دیگه نگران خراب شدن تهدیکت نباش. حتی اگه قابلمه خشدار داری میتونی همچین تهدیک شیشه‌ای و قالبی رو داشته باشی. با کانال اورجینال رسیپی همراه باشید. بعضی وقتا از همین قابلمه‌های آسیب دیده میتونیم استفاده کنیم. مقدار روغن رو داخل قابلمه میریزیم و میذاریم کاملا داغ بشه. به اندازه کف قابلمه نیاز داریم به کاغذ روغنی که داخل قابلمه میندازیم و دو طرفش رو کاملا به روغن آغشته میکنیم و بعد از اون تهدیک دلخواهمون رو میتونیم روی سطح کاغذ روغنی بریزیم. من اینجا از برنج زعفرانی استفاده کردم که به صورت یک دست روی کف قابلمه پخش میکنیم و بعد از اون برنجی رو که به صورت کته آماده کردم روی سطح برنج‌های زعفرونی کاملا به صورت یک دست پخش میکنیم و منسجم میکنیم و بعد از اون اجازه میدیم به مدت 20 الی 25 دقیقه برنجمون دم بکشه. برای تهدیک دوم من از حلقه های سیب زمینی استفاده کردم. شما میتونید هر مدل تهدیکی که دوست داشته باشین رو با این روش آماده کنید. همونطور که مشاهده کردین خیلی راحت میتونین این تهدیک‌های قالبی رو داشته باشین و در انتهای کار هم کاغذ روغنی به راحتی از کف قابلمه جدا میشه. اگر این آموزش براتون مفید بود ممنون میشم کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید.